سلام بچه ها، من آیدا هستم و امروز میخوام به شما مبانی رنگ رو یاد بدم. همراه ما باشید. آهای آهای بچه ها، ما اومدیم دوباره. سلام به روی شما، سلام به تو ستاره. آهای آهای بچه ها، ما اومدیم دوباره. سلام به روی شما، سلام به تو ستاره. دست بزنید و شادی کنید و خوشحال و خندون. اومده از راه براتون یه دنیا مهمون. دست بزنید و شادی کنید و خوشحال و خندون. اومده از راه براتون یه دنیا مهمون. سلام بچه ها، امروز میخوایم یک درس خیلی قشنگ راجع به نقاشی یاد بگیریم که بتونیم نقاشیامونو با رنگ‌های قشنگتر نقاشی کنیم و همینطور اگه خواستیم در آینده نقاش بزرگی بشیم بدونیم که رنگ‌ها میتونن چقدر تو نقاشیمون تاثیر بذارن. خب امروز میخوام به شما چرخ رنگ رو یاد بدم. چرخ رنگ، سلام. چرخ رنگ از 3 تا رنگ اصلی تشکیل شده: زرد، آبی و قرمز. این 3 تا رنگ اصلی، زرد، آبی و قرمز، 3 تا رنگی هستن که میتونن به ما کمک بکنن تا ما بقیه رنگ ها رو بسازیم. زرد، آبی، قرمز. کلی بیشتر از این رنگ ها حتی بسازیم به کمک 2 تا دوست دیگمون، مشکی و سفید. مشکی و سفید بهش میگن رنگای خنثی. آقای خنثی، خانم خنثی. این 2 تا رنگ به این 3 تا رنگ ما کمک میکنن تا کمرنگ، پررنگ یا مخلوطی از رنگ ها بشن و خیلی رنگ های مختلفی رو میتونیم با این دوستامون بسازیم. Red, blue and yellow. Black. Red, blue and yellow make black.